با سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم گرونترین ماشینایی که فوتبالیستای جهان خریداری کردن رو بهتون معرفی کنیم. اسمایی که تو این لیست حتما براتون آشناه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید ما رو لایک و سابسکرایب کنید و حتما برامون کامنت بذارید. شماره 10 مکلارن پیوان. خودروهایی که مکلارن تولید میکنه همیشه جزو بهترین و با کیفیت ترین اتومبیل‌ها هستن. این ابر خودرو 1.1 میلیون دلار قیمت داره و پول پوگبا پشت فرمونش میشینه. مکلارن پیوان در عرض 2.7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسه. هر دستگاه از این ابر خودرو به صورت سفارشی و اختصاصی تولید میشه. شماره 9 فراری لافراری. این خودرو ایتالیایی زیر پای پیر امریک اوبامیانگ و سون بازیکن کره‌ای تاتنهام قرار داره. این خودرو تستاشو در تونل باد خودروهای فرمول 1 فراری پشت سر گذاشته. با 1.4 میلیون دلار قیمت، فراری لافراری یکی از بهترین خودروهایی که میشه تو جاده‌ها و خیابون‌ها سوار شد. موتور این خودرو 949 اسب بخار قدرت تولید میکنه. شماره 8 بوگاتی ویرون. بوگاتی ویرون 407 کیلومتر بر ساعت سرعت داره و با فشار دادن پدال گاز در عرض 2.5 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسه. این آمار باعث شده تا این خودرو در فهرست سریع‌ترین ماشین‌های جهان قرار بگیره. بوگاتی ویرون 1.5 میلیون دلاری به تعداد محدودی تولید شده و یکی از خودروهای کلکسیون کریستیانو رونالدو. کریم بنزما همبازی سابق رونالدو در تیم رئال مادرید هم یک دستگاه ویرون داره. شماره 7 پاگانی زوندا. پاگانی زوندا یکی از خودروهای خاصیه که لیونل مسی ستاره آرژانتینی در پارکینگ شخصی خودش داره. فقط 3 دستگاه از زوندا با رنگ‌های آبی خاندان سلطنتی ایتالیا و نوارهای سبز و سفید و قرمز به رنگ پرچم این کشور تولید شده. این خودرو حدود 1.7 میلیون دلار برای لیونل مسی آب خورده. شماره 6 بوگاتی شیرون. شیرون سریع‌ترین، قوی‌ترین و خاص‌ترین خودرو بوگاتیه. طراحی بی‌نقص، فناوری جدید و پیشرانی قوی این ابر خودرو رو به یک اثر هنری تبدیل کرده و با قیمت 2.5 میلیون دلاری بوگاتی شیرون فقط توسط افراد ثروتمندی مثل کریستیانو رونالدو و کریم بنزما قابل سفارشه. شماره 5 لامبورگینی وننو رودستر. وننو در زبان اسپانیایی به معنای سم و زهر. لامبورگینی این ماشین رو با الهام از اونتادور طراحی و تولید کرده که به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس شرکت در نمایشگاه خودرو ژنو 2013 رونمایی شد. شتاب 0 تا 100 لامبورگینی وننو 2.9 ثانیه و قیمت 4.5 میلیون دلاره. وننو با این قیمت جزو 4 خودروی گران قیمت جهانه و میتوان یک دستگاه از خودروهای گران قیمت فوتبالیستا یعنی لامبورگینی وننو رو در گاراژ خونه نیمار ستاره برزیلی الهلال پیدا کرد. شماره 4 کونیگزگ CC-XR تریوتا. فقط 3 دستگاه از این ابر خودرو در دنیا وجود داره و یکی از این خودروها متعلق به نیمار جونیوره. تولید هر دستگاه کونیگزگ CC-XR تریوتا هزینه بالایی داره و به همین دلیل خودروسازها تصمیم گرفتن تا این اتومبیل رو به تعداد محدود و با کیفیت بالایی بسازن. بدنه فیبر کربن، بالای عقب دوبل کربنی و ترمز سرامیکی قیمت کونیگزگ رو به 4.8 میلیون دلار میرسونه. شماره 3 بوگاتی چنتو دیچی. یکی دیگه از بوگاتی‌های مجموعه خودروهای کریستیانو رونالدو چنتو دیچیه. این ابر خودرو وارث بوگاتی EB110. چنتو دیچی در 110 سالگی بوگاتی رونمایی شد و قیمت اون 9 میلیون دلاره. شماره 2 بوگاتی لاواتور نواره. بوگاتی لاواتور نوار گران قیمت ترین خودرو جهانه. خبر تولید این بوگاتی در سال 2019 منتشر شد و این خودروساز اعلام کرد که ساخت اون 2.5 سال وقت میبره. کریس رونالدو این خودرو رو به مناسبت 9مین قهرمانی پیاپی با یوونتوس خرید و شخصی سازی کرد تا مثل خودش خاص باشه. اونطور که منابع ناشناس اعلام کردن، رونالدو با پرداخت 18.7 میلیون دلار بوگاتی لاواتور نوار رو به مجموعه خود و به لیست خودروهای گران قیمت بازیکنان فوتبال اضافه کرده.
و رسیدیم به گرونترین ماشینی که یک بازیکن فوتبال خریداری کرده، فراری 335 اس اسپایدر. حداکثر سرعت گران قیمت‌ترین خودرو جدید جهان 420 کیلومتر بر ساعت و شتاب 0 تا 100 اون 2.9 ثانیه است. این فراری گرانترین خودرویی که در گاراژ لیونل مسی وجود داره. ستاره آرژانتینی این خودروی کلاسیک رو با مبلغ 36 میلیون دلار از یک نمایشگاه خرید تا فراری 335 در صدر فهرست خودروهای گران قیمت فوتبالیست‌های مشهور جهان قرار بگیره. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما برامون کامنت بذارید و لایک و سابسکرایب کنید. اگه هم دوست دارید درباره موضوع خاصی ویدیو بسازیم توی کامنت ها بهمون بگید.